فکر کنم افسردگی گرفتم. دارلینگ من همین الان واسه تراپی برات میگیرم. افسردگی برای چی؟ ما همین دیشب پیتزا خوردیم. خب چه ربطی داره؟ این فیوچر تو اصلا به من ربطی نداره. هر رشته‌ای دوست داری درس بخون. دخترم مات همشون دانشگاه فرهنگیان آوردن، حقوق ثابت بیمه. حالا مات مسخره میکنن، میگن شهین بلد نبود دخترشی تربیت بکنه. فردا هم ازدواج میکنی، طلاق میگیری، با 5 تا بچه برمیگردی همینجا. من میخوام دنسر بشم. چیه این؟ رقصنده. بعد منو چی صدا میکنه؟ اما رقصا مدرسه گفت فردا $10 بیارید. وای that's so sweet honey. صبر کن بهت $100 بدم. آی مامان خانم احمدی گفت که فردا 50 تومن بیارید همتون. خانم احمدی غلط کرده، نشد هنوز بود. بیا جو مفت افتاد. جلو بچه دعوا نکنی، روحیاتشون خراب میشه، لطمه میبینن. کجا بودی ها؟ داد نزن جلو بچه‌ها، خواهرم نهار دعوتم کرده بود. مگه من بهت نگفتم امروز خیلی ماهی درست کردم. اصلا میدونی چیه؟ کوفتت بشه کوف. اینجوری نکن بابا، دنبال خونه میگشت رفتیم با هم املاکی‌ها رو بگردیم. بعد یه وقت گیر برده همین دیروز داشت داخل دیوار دنبال خونه میگشت، حالا بلد نیست ها؟ ول کن تو رو خدا. باور نمی‌کنی میتونست بره داخل نقشه دیوار سریع و راحت توی هر منطقه‌ای که بدریه خانم دلش میخواد خونه پیدا کنه راحت. مامان چی شده سویت هارت؟ مامان خودمو خیس کردم. ایتس اوکی هانی بریم بشورمت. مامان چی شده؟ مامان رو تختم بارون اومده. برو همون. این بارونه این سیده 100% گفتم سر سفره نوشابه نخور. بگرد. مامان معلممون گفت اکلیل بیاری با خمیر بازی. دیگه چی گفت عزیزم؟ همینا. همین خانه